هیچ وقت با صدای بلند و بد اخلاقی با مادرت حرف نزن. او تو را به دنیا آورده و شایسته احترام است. 2. وقتی بیرون میروی بدون اطلاع پدر و مادرت غیب نشو، آنها نگران تو میشوند. یک پیام کوتاه میتواند دلشان را آرام کند. 3. همه کارهای خانه را به دوش پدر و مادرت نانداز. کارهای شخصیت را خودت انجام بده و در کارهای خانه به ویژه به مادرت کمک کن. او برای خانواده همه چیزش را میدهد و کمتر وقت برای خودش داره. کمک تو دلگرمی بزرگی برایش است. 4. هیچ وقت به پدر و مادرت دروغ نگو. اعتماد واقعی را از آنها بگیر، نه از غریبه ها. 5. نصیحت‌هایشون را نادیده نگیر و فکر نکن همه چیز را می‌دانی. تجربه های آنها چراغ راه تو هستند. گوش دادن با احترام به حرف‌هایشان نشانه بلوغ و پختگی توست. بچه خوب بودن یعنی کاشتن بذر عشق و احترام و دیدن فداکاری‌های پدر و مادرت. خانواده‌ای که به آن اهمیت می‌دهی ریشه و پایه آینده توست.